نمایشگاه امروز با اصلا از طرف کانون بین‌المللی آلمپور انجام یافت. کانون بین‌المللی آلمپور که از اهداف اصلی آن معرفی و نشر کارهای آلمپور هست. مدین آلمپور در شمار آن روشنفکران سالهای 80 و 90 تاجیک بود که در تحولات‌های فرهنگی تاجیکستان نقش بارزی را ایفا کرده است. 7000 عکس‌ها و نگاتیو‌هایی که در کانون بین‌المللی آلمپور بود عنقریب ردیف بندی شدند، دسته‌بندی شدند و این قطره از آن بهر بیکران عکس‌های آلمپور است. وقتی که ما این عکس‌ها رو تماشا می‌کنیم در ظاهر در نگاه اول یک عکس‌های عادی هست، همون طبیعت تاجیکستان، همون راه‌ها، همون چهره‌هایی که هر روز می‌بینیمشون. ولی وقتی که این همه رو با چشم محیدین آلمپور می‌بینیم، از نگاه محیدین آلمپور می‌بینیم، یک جلوه دیگر دارد و از یک منظره طبیعی تبدیل می‌شود به یک فلسفه و یک هنر و یک اندیشه. ما چند روز پیش در خانهشون بودیم، یک کوه نگاتیوها هستن و من خودم یک کمی تعجب ماندم و به از خودم شرمنده شدم که چقدر تمام نگاتیوهاش علاهده در پاکت گذاشته و نوشته است این فلان کس است، این فلان کس است، فلان کس است. این یک آرشیوه.